سلام و درود به دوستای گلم. تو این ویدیو میخوام شیرینی 3 آرد درست کنم. من این شیرینی رو با 4 طعم مختلف نسکافه‌ای، شکلاتی، پسته‌ای و زعفرانی درست کردم. این شیرینی به خاطر اینکه تخم مرغ توش به کار نرفته، ماندگاری خیلی بالایی داره و توی عید و نوروز پخته میشه. من پریسا کاوندی هستم و اینجا کانال پریسا کیک. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه هستی. دوستای عزیزم، توی این ویدیو از روغن توی این شیرینی از روغن جامد یا نیمه جامد استفاده میشه که من از روغن نیمه جامد لادن طلایی استفاده کردم. پودر قند رو اول الک میکنیم و بعد روی روغن میریزیم و بعد پودر هل رو بهش اضافه میکنیم. بچه ها از پودر هلی که خودتون آسیاب کردین استفاده کنین که عطر و طعم شیرینیتون خیلی بهتر میشه. حالا از اینکه همزن رو روشن کنیم، یکم پودر قند رو روغن رو با هم مخلوط میکنیم و بعد همزن رو روشن میکنیم و با دور تون شروع به هم زدن میکنیم. یکی دو بار همزن میکنیم، مواد رو دورگیری میکنیم و مجدد به هم زدن ادامه میدیم تا مواد به این صورت روشن و پفدار بشه. بعد آرد نخورچی رو الک میکنیم و به مواد اضافه میکنیم. آرد برنج رو هم به همون ترتیب الک میکنیم و روی مواد میریزیم. مواد رو با لیسک خوب مخلوط میکنیم و خوب به همدیگه به خورد هم میدیم. حالا نوبت اضافه کردن آرد قرنادیه. آرد قرنادی رو از قبل الک میکنیم و توی چند مرحله به خمیر اضافه میکنیم. اینجا دیگه لیسک رو کنار میذاریم و با نوک انگشتان شروع به ورز دادن خمیر میکنیم. با نوک انگشتمون ورز میدیم تا خمیر به روغن نیفته. یکم از مواد رو برمیداریم، گوله میکنیم. اگه چسبندگی داشت بقیه آرد هم اضافه میکنیم و مجدد خمیر رو با نوک انگشتمون ورز میدیم. ممنون که کانال منو لایک میکنید و منو سابسکرایب میکنید. تا جای خمیر رو ورز میدیم که بتونیم به این صورت گردش بکنیم و دیگه به دستمون نچسبه. به 4 قسمت مساوی خمیر رو تقسیم میکنیم و به یک قسمت خمیر یه قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو الک میکنیم و با نوک انگشتمون ورز میدیم تا پودر کاکائو به خورد خمیر بره. خمیر کاکائومون که آماده شد اون رو کنار میذاریم و میریم که خمیر بعدی یعنی نسکافه رو آماده کنیم. یه قاشق چایخوری پودر نسکافه رو با یه مقدار خیلی 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 کمی آب جوش قاطی میکنیم تا نسکافه داخل آب جوش خوب حل بشه. تا جایی که میتونید کمترین آب رو به نسکافه اضافه کنید. بعد از اینکه نسکافه خوب با آب ترکیب شد و حل شد به خمیر اضافه میکنیم و با نوک انگشتمون مثل خمیر شکلاتی نسکافه رو به خورد خمیر میدیم. وقتی که آب به خمیر اضافه میکنیم به خاطر وجود آرد برنج و آرد نخودچی ممکنه خمیرتون یکم خشک بشه. اگه مثل خمیر من خمیرتون خیلی خشک شده بود 2-3 قطره شیر بهش اضافه کنید. خیلی شیر اضافه نکنید. و بعد خمیر رو خوب بس میدیم، جمع میکنیم و کنار میذاریم. به خمیر بعدی حدود 3-4 قاشق چایخوری پودر پسته اضافه میکنیم و خوب پودر پسته رو به خود خمیر میدیم و اونم جمع میکنیم و کنار میذاریم.
به خمیر بعدی خیلی کم زعفران دم کرده غلیظ اضافه کنید. سعی کنید که حتما زعفرانتون خیلی غلیظ باشه و خیلی کم اضافه کنید. اینجا زعفران من خیلی غلیظ نبود، به خاطر همین رنگ خمیر من خیلی تغییر نکرده. خمیر رو داخل پلاستیک میذاریم و توی دمای محیط میذاریم که 1 ساعت استراحت بکنه. حتما خمیر شکلاتی و خمیر پسته‌ای رو بذارید داخل یخچال، اما خمیر نسکافه‌ای و خمیر زعفرانی نیاز به یخچال نداره. از اینکه من حمایت میکنید و سابسکرایب میکنید ازتون ممنونم. با کاترهایی که برای شیرینی استفاده میکنید، کاتر رو قبلا توی پودر نشاسته بزنید و به این صورت که توی تصویر میبینید شیرینیاتون رو قالب بزنید. حتما خمیر رو با وردنه به قطر 3 الی 4 میلیمتر باز کنید و با کاتر دلخواه شیرینی رو قبلا توی پودر نشاسته بزنید و روی خمیر بزنید. یکم فشار بدید تا ته قالبتون روی خمیر بیفته و بعد توی سینی فر قالب رو فشار بدید تا خمیر از قالب جدا بشه. این از خمیر شکلاتی. دوستان خمیر شکلاتی و خمیر پسته‌ای بافت نرمتر و شلتری نسبت به نسکافه‌ای و زعفرانی داره. در مورد دمای فر و مدت زمانی که توی فر قرار میگیره توی دیسکریپشن کامل براتون توضیح دادم. بعد از اینکه شیرینی‌ها پخته شد حتما 2-3 ساعت بذارید شیرینی خنک بشه. اصلا به شیرینیاتون دست نزنید، چون اگه دست بزنید شیرینیاتون پودر میشه. شکلات شیری، شکلات تلخ و شکلات سفید رو به دلخواه رو حرارت غیر مستقیم آب بکنید و روی شیرینی‌ها بریزید و بعد با پودر گل محمدی و پودر پسته شیرینی‌ها رو تزیین. این شیرینی‌ها چون تخم مرغ توشون به کار نرفته ماندگاری خیلی بالایی دارن. از الان میتونید درست بکنید و توی کابینت نگهداری کنید و توی نوروز از مهموناتون ازشون پذیرایی بکنید. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید منو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.